حالا سوالی که ازت دارم، ارزون ترین ماشینت کدومه؟ ارزون ترین ماشین که دارم یه فیات 500 حالا عکسشو میفرستم برات که بزنی رو ویدیو. 500 آره که سال 1970 اینا که کوچولو دو دره تو ایتالیا مثلا رفته باشی دیدی. ارزون ترین ماشین که دارم اون، فکر کنم خریدمش $6,000. البته خب خیلی روش کار کردم، خودم ماشین رو کردمش فولی کانورتیبل، چیز داشت، سقف بازشو داشت، سقفو بریدیم و قشنگ سقفش اینجوری میاد پایین، 4 نفرم هستش. خیلی ماشین کیوتیه. آره خیلی ماشین کیوتیه، عکس‌ها رو برات میفرستم حتما بزن رو ویدیو. آره این ارزون تر. گرچه بهت بگم من یه احمقی ام که رو الان بی ام و بهت پروژه‌مو بعداً نشون میدم. مثلا من رفتم جانکیارد یه بی ام و خریدم $1,000. خب من عاشق استیشن واگن هستم. استیشن واگن‌های برو و مثلا سوپ تاپ شده. خب یه استیشن واگن بی ام و سال 2000 خریدم، $1,200. $30,000 خرجش کردم که موتورش رو عوض کنم، رنگش بزنم فلان. و بعضیا میخندن به این چیز، ولی من چون دیدی تو اروپا خیلی استیشن واگن زیاده، یعنی هر چقدر ما اینجا اس یو وی داریم اونا پروفیت داری درست نمی‌کنی، داری ماشین بازی می‌کنی. دقیقاً. و بعد حالا شانس هم یه چیزی شد که استیشن واگن‌ها خیلی محبوب شدن توی آمریکا. مثلا یه وبسایت‌هایی هستش که آکشن میکنن. اتفاقا من 3 ماه پیش ونکوور بودم، یه دونه استیشن واگن بنز که از ژاپن اومده بود اونجا خریدم، سوار شدم اومدم سیاتل برای خودم شیپش کردم اومد اینجا. یه تیست عجیب غریبی رو ماشینا دارم، ولی چون که خودم حس میکنم این ماشینا رو خودم ساختمش، با کمک یکی موتورش انداختم توش، سیم کشیاشو عوض کردم، حس بسیار خوبیه. وگرنه مثلا هفته پیش این پورشه هستش، این پورش خاکستریه، این ماشین رو خریدم $240,000 مثلا آمریکا هستش. خب بله it's nice، هد ترنر هر جا میریم مثلا مردم به نگاه میکنن، تامز اپ میدن، مثلا تو صفحه زدم همه آقا مبارک مبارک مبارک، ولی بیرون دربسی بگم شاید یکی اون ماشین قدیمیه، شاید همین فیاته چیزش هیجانش گاهی وقتا بیشتره، مخصوصا وقتی رانندگی میکنی، یعنی میبرت تو خوشحال تری با فیات. دقیقاً میبرتت به همون دهه 70 میلادی. مثلا یه بنز دارم اینجا مال 1970، این جناب سرهنگی بودش این بنزا که سوار میشدن، بنزای اس قدیمی اینا. یه آهنگ مثلا چیزم عارفم میذارم توش، حال میکنم. خب در صورتی که مثلا فرض کن نه دختری بهت نگاه، من که حالا زن و بچه دارم، نه نمیدونم اونقدر همه میان بهت میگن فلان، یه سری آدمای خاصی هستن که ارزش این چیزا رو مثلا میدونن. بعد خب توی جماعت ایرانی هم این چیزا رو بذاری، همه مثلا میگن این همه ماشین چیزی، اینا رو بفروش یه دونه فراری بخر، یا بفروش اینا رو مثلا 2 لامبورگینی بخر. اون حسه رو من مثلا از اون ماشینا نمیگیرم. ولی اینکه مثلا به قول خودت یارو میره کلید ماشین رو میذاره، همه دهنشون وا میشه، همه میخوان باد بیان، در صورتی که این ماشینا رو من جزءشون رو میدونم چه خبره، خودم مخصوصا اونایی که روش کار کردم. یه آدم عجیب غریبی هم نمیدونم. آره یه چیزای تیست عجیب غریبی دارم. همینجور توی مثلا آنتیک خیلی دوست دارم، فرنیچر آنتیک مثلا برای خونه میخرم، میشه بزنم من میگم مثلا بری یه فرنیچر نو بخری، خب برای اتاق بچه‌ها مثلا میخوای از آیکیا بری چیز، اولا که ظرف 2 ماه از هم میپاشه، درسته؟ خب بریم تو آنتیک استوری چیز قدیمی پیدا کنیم که هم ارزشش رو داشته باشه، هم که وقتی نگاه میکنی آدم حال میکنه. تو خونه هر کی هم میره عینش رو نذاشته اونجا. من یه همچین اخلاقی دارم، خیلی اولد اسکول شاید ولی دوست دارم. نه باحاله. حالا یه سوال، این همه ماشین داری، بعد اون ماشین تهیه رو میخوای بعدی ده سرویس نمیشه، بعد این همه‌شو ببری جلو؟ چون سر یه موضوع بیخیال ماشین نمیشدم. چرا خیلی وقت اصلا ماشین، ببین الان اینجا تابستونه، خب اینجا خیلی گرمه، وحشتناک گرم و شرجی هوا. در اینجا رو که من باز میکنم یه ماشین بخوام در بیارم از اون ته تقریبا نیم ساعت طول میکشه، چون 10 تا ماشین جلوش پارکه. کار بسیار سختی هستش. یه زمانی ماشینا کمتر بود، هر روز میمدم اینجا میگفتم امشب با این میرم خونه، امشب با اون میرم فلان، ولی هی همونجوری خریدم. یه چیز هوردر میدونی چیه دیگه؟ کسایی که آشغال جمع میکنن دیگه. من یه هوردر ارگنایز هستم، یعنی خیلی تمیز. هوردر ارگنایز پولدار، یعنی اصلا میگن کلکسیونرها. حالا تو میتونی کلکسیون تمبر داشته باشی، کلکسیون سکه داشته باشی، کلکسیون چه میدونم هر زهر ماری داشته باشی. کلکسیون داشتم بذار کلکسیون چسب زخم. نه اینو دیگه تا نشینده بودی. چه جاذبه‌ای داره چسب زخم؟ بذار بیارم بهت نشون بدمش. برو. ببین no way. هیچکی باور نمیکنه اگه نشون بدم. نه من تا به حالم چیزی ندیدم. بعد اینا استفاده نشده است دیگه، یعنی تو بسته شونه. آره یه دونه نو تو بسته است، یه دونه باز شده که بدونی اگه بازش کنی چی قراره ببینی.
بعد چقدر عمرشونه اینا؟ قدیمیه خیلی هاشون نه؟ اینا بالای 30. واو. آره. خودت از اول شروع کردی یا مثلا اینا یه مقدارش از یکی خریدی بعد ادامه دادی مثلا اینو نگاه کن، این مال ایرانه، ببین چقدر باحاله، نقره. آره. اینو فلان بهش میگفتن هندی پلاست هم چیزی بود اسمش. اینا رو از آمریکا سفارش از والت دیزنی اینا مثلا میگرفتن میآوردن. Unbelievable. دمت گرم. میدونی چند تا هست مثلا؟ نمیدونم زیادن اینا، مثلا ایرانیای قدیم. آره. من بچه بودم خیلی گذاشتی تو آلبوم تمبر مثلا اینا رو؟ آره تمرم جمع میکنم آخه. ایول. نمیدونم تو مدرسه بودم، بعد گفتم که بذار اینو جمع کنم، بعد شروع کردم جمع کردن، بعد تو مدرسه‌مون مد شد، بقیه هم شروع کردن جمع کردن، بعد هیچی اندازه من سورس نداشت چون من از خارج اینا میآوردم، بعد من اینا رو به بچهای دیگه میفروختم. یعنی موتیوش این بود که یه چیزی درست کردم که بقیه شروع کردن بعد ولی من میفروختم بهشون چسب و زخما رو. بعد خودم هم کنارش دیگه هر چیزی داشتم یه دونه نگم این دو تا نگم داشتم، یه دونه باز یه دونه بسته که خیلی بانمک. من تا به حال هم چیز ندیده بودم. خیلی اصلا خودم وقتی فکر می‌کنم میگم چه جوری به این رسیدی چسب زخم جمع کنی؟ خودم نمیفهمم چه گویی خوردم، ولی خب دیگه. تو یه آدم به نظر میاد که من چند بار ویدیوهاتو دیدم، آدم فکرت خیلی بازه به نظرم و خیلی نوآوری مثلا داری اینجوری فکر می‌کنی، یعنی کپی نمی‌کنی کسی رو مثلا. آره خیلی زیاد نوآوری دارم، یعنی اصلا از کپی مثلا نمیدونم چجوری بگم مریضی دارم. یعنی مثلا یادم بابام اولین بار که واسم ساعت خرید، از خواب بیدار شدم اومد گفت ساعت برات خریدم، خوشحال شدم، بعد گفت دست راست تو بده یا دست چپ تو بده. ساعت کجا دست چپ می‌کنی؟ آره چپ. آره. گفت دست چپ تو بده. بعد گفتم برای چی؟ گفت ساعتو دست چپ میکنن. گفتم خب چرا؟ گفت همه میکنن، دست راستمو دادم. یعنی مثلا مغزم مریضه، یعنی تا برم چیزی همه میکنم میگم نه من میخوام وارونه انجام بدی. دقیقاً این مریضی خودم احساس میکنم دارم. یعنی مثلا در لولی که مثلا به خانومم میگم آقا میخوای خونه رو تمیز کنی، به من بگو خونه رو تمیز نکن سهیل، من شب برگردم تمیز میکنم. من تمیز میکنم. اگه بگی سهیل لطفا خونه رو تمیز کن، امکان نداره تمیز کنم. یعنی اینو میگم با آدم، آقا من مریضم، روم کار کن، خیلی راحت منو میتونی گول بزنی، لطفا منو گول بزن که هم من راحت کار کنم هم تو هرس نخوری. دقیقاً تایپ پرسونالیتی میدم، چون منم یه پسرام همین جوریه، هر چی بهش میگی دقیقاً وارو نشه انجام میده و فوق العاده باهوشه و یعنی مبتکره تو فکراش. میدونی ببخشید تنبلم که هست، تنبلیشو با هوشش چیز میکنه، یعنی از این هوشای چی میگن منفی مثلا. تنبلی خیلی مهمه تو نوآوری. اگه تنبل نباشی نوآور نمیشی، سخت‌کار میشی. درسته. وقتی باهوش باشی یا نوآور، اگر تنبل نباشی سخت‌کار میشی، اگه تنبل باشی اختراع میشی، یعنی همش داری یه چیزی رو درست میکنی، یه چیزی رو داری عوض میکنی، به جای اینکه از در بیایم بیام پله بریم پایین، به جای اینکه از بالا بیام، یعنی همیشه داری یه کاری میکنی که تو برعکس چیز باشی. این ایده رو میخوام بدم اگه وقت کسی نگاه کرد تو این ویدیو ما، کسی رستوران داره، من اینو چند وقت پیش 10 سال پیش تو آیدیام بود و هنوز کسی این کار نکرده. من یه ایده خیلی ساده داشتم، آقا کسی رستوران میزنه بیا غذا تو بکن مثلا $20 برای دلیوری، بگو آقا مثلا غذا میاد خونت $20. بعد من میشم تو ماشین میام در رستوران میگم به من غذا رو بده، به من بفروش $22، 10% گرونتر. بعد من اونجا شاکی میشم، میگم یعنی چی؟ خونه میفرستی $20، من پاشم بیام اینجا $22، بعد تو میگی آره. چرا؟ چون من هر دفعه غذا من نوعی مزه، من انسان مزه، وقتی غذا سفارش میدی با تلفن همیشه میدونی که اگه تو خودت رفته بودی اونجا یه مقدار پول سیو میکردی و این همیشه پشت ذهن تو رو داره یه خورده اذیت میکنه که تو خری پول داری از بین میبری، کونگو شادی، 10 دقیقه رانندگی، 3 تا ماشین داری، خب پاشو برو دیگه. ولی وقتی تو این باشه که آقا برم اونجا بذارم بشم خونه، انقدر خوشحال از این رستوران سفارش میدی بدون که بفهمی. و این همین به قولت فوت کوزه‌گری من بهش نگاه کردم و یکی این کارو بکنه احتمال داره خیلی معروف شه، چون همه با عشق ازش سفارش میدن. یا آقا سفارش بدی بیا خونه ارزون تره. هیچ رستوران این کار نکرده هنوز و این ایده مال من 2012 است. تو هم مثل ایلان ماسک مرد ایده داری هستی. آره دوست دارم راجع به ایلان ماسک هم حرف بزنیم، چون من فکر کنم که تو یه ذره طرفدارشی. آره
ببین من خیلی دوستش دارم، ولی احساس دارم میکنم انقدر گنده شده داره یه خورده دیکتاتور میشه. نمیدونم چقدر درست میگم اشتباه، ولی من همچین احساسی دارم. فکر میکنم انقدر هر کی هر جا حرف زده گفتن تو خدایی، تو خفنی، تو فلانی، دیگه باور کرده دیگه. میدونی یعنی هر کسی دیگه هم بود بعدش حق بدین این اتفاقش میافتاد. و الان لول شده که دیگه اصلا با هیچ کی بحث نمیکنه. مثلا من شنیدم میره توی یه جا میگن چند روز پیش بود خبرش اومد 500 نفر رو اخراج کرده بود از توی آره همین سوپرچارجراش. من نمیدونم راست و دروغه، ولی یه جا خبر شنیدم که رفته به رئیسه گفته مثلا 10% رو باید اخراج کنی یا نمیدونم یه گوی باید بخوری، یا اونم باش بحث کرده گفته نه الان کار درستی نیست. بعد این گفته کار درستی نیست، همه رو اخراج کرده. گفته آقا تو تمام گروهتون بریم بیرون. بعد میگن تو بدترین موقع این کارو کرده چون آمریکا بهش هم 12 بیلیون پول داده بوده که سوپرچارجر بسازه. خوش اومد گفتش که آقا نگران نباشین ما هندلش میکنیم، این نگران نباشین. ولی کرده این کارا رو. حالا چه لولیه نمیدونم. این آدمی بود که میرفت تو آفیسش 3 سال میخوابید که کارگراش فکر کنن رئیسشون هم اونجاست بهتر کار کنن. داره یه خورده چیز میشه دیگه، اون ایمیج خودشو داره خراب میکنه، داره دیگه برداشت میکنه. تا حالا داشت کرییت میکرد خودشو، من اینم دیگه الان میگه دیگه به چپم من کیم، الان دیگه میخوام حال کنم. 15 تا بچه دارم. بعد مثلا نمیدونم بچه‌اش دیدی بزرگشن بهش فوش میدن و میگه آدم تخمیه. تو فکر کن فکر کن بابایی دیگه. فکر کن زحمت بکشی بشی یکی خفن ترین آدم رو زمین، پولدارترین آدم رو زمین، و بچه‌ت بیاد تو سوشال میدیا بگه بابای من تخمیه. تو خب ناراحت میشی دیگه، میگی دایست بچه من فکر می‌کنم آدم تخمیم. یعنی من فکر می‌کنم این انقدر نزدیکترین آدمش بهش میگه تخمی، منی که نمیشناسمش میگم فلان دهنم. ولی این توی فضای گیر افتاده که اصلا ماها نمیتونیم هضم کنیم. یعنی من فکر می‌کنم اگه ماها بودیم دیوونه میشیم جای این که خودشون جمع کنه هنوز حرف میزنه و سعی میکنه درست باشه. به نظر من خوبه، ولی من دارم احساس میکنم داره داونفالش شروع شده. مثلا بیل گیتس وقت داونفال نداشت. بیل گیتس همیشه فقط یک کاراکتر خفن رفت بالا. وارن بافت همیشه کاراکتر خفن همیشه رفت بالا. حتی جف بیزوس هم، حالا جف بیزوس پدسگ بود ولی همیشه پدسگ باهوش رفت بالا. می‌دونی دقیقاً هنوز اول پدسگیشو داشت. این اومد گفت من جیززم میخوام دنیا رو کمک کنم، بعد یهو داره میره به سمت اینکه آقا اصلا دیگه بریم موشک درست کنیم به جهنم تسلا، چون دیگه استاک مارکت من اونقدر دوستش ندارم، میخوام به اسپیس ایکس برسم. بعد نمیدونم ریپابلیکن شده. البته یه رفیق دارم آمریکا دکتره، میگه هر چقدر تو آمریکا بیشتر زندگی میکنی ریپابلیکن رو بیشتر دوست داری، چون دموکرات‌ها میخوان واسه آدمای احمق خوب کاری کنن، ریپابلیکن‌ها میخوان دموکرات‌ها رو از بین ببرن وقتی که فقط براشون سود داره. و اگه ریپابلیکن رو بیارن بالا خودشون ضرر میکنن. و اینا انقدر احمق اینو نمیفهمن و انقدر آدمای بیخودیان. من میخوام ریپابلیک باشم که اینا ضربه بخورن. این حرفی بود که دوست من که دکتره به من زد و خیلی برای من جالب بود. گفت منم دیگه دارم ریپابلیکن میشم. دموکرات‌ها متاسفانه حالا دیگه نمونه‌اش هم هستش، هر دفعه میان خب خیلی زندگی رو سخت‌تر می‌کنن، تکس بیشتر بگیرن از پولدارا و بعد این چیزای چه میگن فارسیش مثلا خیلی میخوان انسان، آره خیلی انسان دوست میخوان باشن. در رو وا کنیم هرچی خارجیه، هرچی رفیوجی، هرچی پناهنده است بیا تو اینجا، بدون اینکه مثلا همین کاری که این یارو جاستین ترودو کرد دیگه با کانادا، میدونین به گند کشونده کانادا رو. الان همه از کانادا میخوان بزنن بیرون، هم نه کار هست نه امنیت هست نه چیزی هست. و این متاسفانه این چیز این لیبرال بودن اینا یه مقداری خراب کرده وضع. ولی میدونی چی شده الان؟ سیاست هم مثل خیلی چیزای دیگه، نمیخوام وارد سیاست بشم، مثلا خنده دار شده. یعنی دیگه سیاست مدار به درد بخوره قدرتمند نمیدونم چیزی ایمیج نیست. یه دیوونه مثل ترامپ که داره آره میدونی، یا مثلا این یارو بایدن هر روز چیزش میکنه، ایران که اصلا از اول هم مسخره است. نمیدونم ببین اصلا یه چیز دیگه سیاست تو دنیای امروزی حرف اول نمیزنه، میدونی فقط قدرت. بعد همین آدم مثل ایلان ماسک همه تصمیم میگیرن. آره مثل ایلان ماسک میاد بعدم خب این یه آدمیه که ببین چرا این اتفاق داره میفته، چون این آدم چیزشو ظرفیتشو نداره. خب ایلان ماسک به نظر من یه آدم خیلی ببخشید
کسخلیه با یه هوش خیلی بالا. هوشش هم در اختراع و ابداع نیست، نه، هوشش در برند سازی هستش و فروختن یه چیزی به تو که هنوز به وجود نیومده و قولهای اوور پرامیسی که میده. ببین مثلا تسلا، خب الان از سال 2014 داره میگه فول self driving FSD قرار میاد، هنوز این داستان نیومده. سال 2019 اومد که خود خر منم رفتم دیپازیت گذاشتم، سایبر تراک رو معرفی کرد بدون اینکه سایبر تراک اومده باشه. ظرف 24 ساعت 300,000 نفر آدم رفتن، نفری $100 گذاشتن. چقدر میشه؟ 30 میلیون دلار. چقدر آدم باید هوشش چی بشه؟ مثلا بیاد یه چیزو پرزنت میکنه، مردم هم میگن وای پاش گفت سایبر تراک میاد، 30 خورده هزار دلاره. الان سایبر تراک قیمتش از 70 خورده، یک دقیقاً 2 برابر شده. 5 سال دیرتر اومده، مشکل داره، اصلا به اونجاش هم نیستش. یا من نمیدونم، ببین he's full of ideas، اینا باید بهش چیزو داد، یعنی این کردیتو باید بهش، حرفایی که میزنه بلد قشنگ چجوری قلوف کنه، یه جوری هم چیز میکنه میگه این برداری مثلا داستان بیاد چی میشه. اینی که می‌خواست این چیزای تونلای زیر زمینی رو بزنی که مثلا از نیویورک تا سان فرانسیسکو رو ظرف مثلا 2 ساعت از این تونلای وکیوم مثلا بزنی بری و اینا، اومد بله ایدهش خوب بود، ولی خودش که درست نمیکنه. که تسلا رو که ایلان ماسک اختراع نکرد، که 2 تا انجینیرینگ کالیفرنیا بودن، اینا کمپانی را انداخته بودن، این آقا با پولی که از پیپل در آورده بود 6.5 میلیون دلار رفت گذاشت اونجا و بعد اونا رو زد ببخشید تو کونشون، انداختشون بیرون. بعد اسم خودش رو گذاشته CFO، فاوندر تسلا این نیست. خب یا دیزاین تسلا رو که این نمیکنه. آره بعد ببین، ولی این کریتیو اگه ایلان ماسک نبود تسلا هیچ وقت نمیشد، اگه دست هر کی دیگه ای بود. این خدای اینه که چرا توییتر اومد خرید. It was the worst purchase. بعد 44 بیلیون دلار خودش گند زد به استاک تسلا، چون استاکاشو همه رو فروخت که بیاد پول بذاره، پرسونال گارانتی بذاره، بیاد توییتر رو بخره و به همه قول بده که دیگه فری سپیچ، هر کی دیگه میتونه هر حرفی بخواد بزنه، ولی هر حرفی که خودش فکر میکنه خوب باشه. و بعد یه آدمیه ترول کردن، نمیدونم به فارسی چی میشه ترولینگ، یعنی تو همش یه چیز ضد و نقیضی بنویسی، دنیا رو بریزی به هم دیگه. کارهایی که مثلا سیاستمدار مثلا ترامپ میکنه، امسال پا میشی یه توییت میزنی مزخرف، گفتش که چی، مثلا من گاهی وقتا دنبالش میکردم I took the art out of fart، یه همچی چیزی. بعد 1 میلیون نفر آدم میان زیرش چیز میزنن، میگه اصلا خب یعنی چه؟ مثلا تویی که انقدر آدم خفنی هستی این مزخرفات چیه داره میگی؟ بعد اومد اینجا 7500 نفر ایمپلوی داشت توییتر، 5000 نفرشون رد کردن. بعد دید خیلی اینا رو احتیاج داشتیم، دوباره رفت دست به دامنشون شد. اومد این چیزی هم که گفت که تو کمپانی‌ها زندگی میکنه، ایلان ماسک ریچ ترین آدم دنیا هست. سال 2021 کمپانی تسلا 5 میلیارد دلار میگفتن پول در آورد، چون خودش این پولو کشید برای خودش. خب ولی یک قرول تکس نداد. چرا تکس نداد؟ چون که گفتن که ما خیلی از چیزامون، خیلی از سورسامون که برای کمپانی تسلا مده اپ بیرون اومده، باتری و هر وقت داشتیم راجبش صحبت میکنن، مثل ترامپ دوست نداره تکس بده. خب ولی الان ایلان ماسک تو باش برو در هر بانکی بگو من ایلان ماسکم 2 میلیون دلار پول میخوام الان، به خاطر اینکه کردیت داره، به خاطر اینکه تمام این کمپانیایی که پشتش هست، بسیار کمپانی‌ها گردن کلفتی حالا به ظاهر میاد، بهش راحت پول میدن. و روی اونا چی بهتره؟ تو اگه بری بانک یه لون بگیری با بهره 5% بهشون پس بدی بهتره، یا پولت تو کمپانی خودت بکشی بیرون به عنوان حقوق خودت، بعد بخوای 30% روش تکس بدی؟ خب مسلما میری از بانک پول میگیری دیگه. جوری که این پولدارا زندگی میکنن همین جوریه، یعنی اینا روی کردیتشون هستش که دارن زندگی میکنن. خب دمشون هم گرم. منم اگه بتونم تکس ندم این کارو دوست دارم انجام بدم، ولی متاسفانه من نه به اون اندازه پول دارم، نه به اون اندازه کردیتشو دارم. منم دقیقاً مثل که همین حرفی که تو داره میزنی فکر کنم که یه ذره دیگه زده جاده خاکی بیش از حد و همه چیزم داغون کرد. این استاک تسلا دیدی چجوری شد؟ یه زمانی رسید بالای 1000 تا الان $170. چرا؟ چون یه بابل درست کرده بودن از این تسلایی که میگفتن پول در نمیاره. بعد به خاطر همین پا شد رفت چین. شما وقتی که میری دبی، میدونین تو هر بیزنسی بخوای راه بندازی یه اسپانسر لوکال میخوای، درسته؟ چین هم دقیقاً همین جوریه. یعنی وقتی میری با ماشین خودروسازی درست کنی اونجا یه جوینت ونچری باید بزنی با گورنمنت چین. خب میدونین تسلا تنها کمپانی خارجی هستش اتومبیل سازی که 100% خودش رو اون میکنه تو کمپانی که توی چین داره، یعنی تمام 100% تمام. به خدا چی کار میکنه این آدم؟ این جونوریه
ولی خب بلد سیستم رو دور بزنه. خیلی ببین اینقدر دولت آمریکا به تسلا پولای چیز دادن، گرانت دادن، پولی که لونی که نباید برگردونی. این گیگا فکتوری که توی نوادا زد نزدیک لاس وگاس، گفتن 10 سال لازم نیست تکس بدین ها. آره کدوم آدمی؟ بعد این تکس رو کی میده؟ من و تو داریم، من و نمیدونم شهروندای دیگه آمریکایی دارن میگن. ببین یه جورایی حس میکنم یه جایی بنده، حتما یه آقازاده‌ای هست این، حالا هر جوری که آخه چه جوری میتونه دولت آمریکا. بعد ببین چرا تسلا انقدر معروف شد. یک این که اومدن یه عالمه legislation قانون و اینا گذاشتن و فورس کردن خودروسازی‌ها که باید شما خودروی زیرو امیشن درست بکنی، نه بعد آلودگی هوا داشته باشه. و بعد ایلان ماسک تسلا رو تبدیلش کرد به یه دونه ترند. دو تا چیز در کنار هم دیگه، قانون که داره فوش میده، اینم هی میگه که آره بیا ماشین برقی سوار بشین، من دارم بنمیدم چیز کمک میکنم. و یهو این یه چیزی شد اومد بالا. الان به یه جای رسیده، تو برو یوتیوب نگاه کن، همینجوری ویدیو why EV fails. چرا مردم آمریکا ماشین نمیدونم الکتریکال نمیخرن؟ چرا؟ چون اینفراستراکچر درستی نداشتن. تو همین تسلا مثلا داشته باشی، بخوای اینجا پاشی بری تورنتو، باید 100 جا نگاه کنی کجا چارجینگ استیشن هست، بعد زمان سفرت 3 برابر میشه. خب میگه جهنم، من میرشم تو ماشین بنزینیم، تو ماشین گازوئیلیم میزنم میرم. و این ماشینی هستش که بعد on top of it، ببخشید دارم خیلی حرف میزنم، هر وقت خواستی حرف منو قطع کن، اومد همینجوری هی پرایس کات کرد. تو ماشین تسلا مدل 3 می‌خریدی، یهو 20% قیمتش رو 18% اومد پایین، بعد 23%. بعد مثلا فرض کن تو رفتی امروز یه ماشین مدل 3 خریدی، 3 ماه بعد ایلان ماسک قیمتا رو میاره بالا، ناراحت نمیشی؟ تو چین که اصلا تظاهرات راه انداختن که چرا ما تازه ماشینمون رو خریدیم، 3 ماه بعد همون ماشین رو دارین شما ارزان‌تر میفروشین. چرا؟ چون he plays dirty، که چیزای حقوقای کثیف میزنه. چه جوری الان بنز و بی ام و توش موندن ماشین برقیاشون نمیتونن بشن؟ چون تو میتونی تسلا رو راحت با 40-50 هزار دلار بخری. مدل 3 مدل اس تسلا پلد وقتی اومد 140 تا بود، الان همون رو میتونی با 120 تا بخری. و بعد دست دوماش وحشتناک اومد پایین. اینا هوش بسیار زیادی داره این آدم، ولی همش داره زیر پا همه رو میزنه. حالا خودت کلا چجوری ماشین تسلا رو دوست داری؟ از 50 تا ماشین که داری یکیش تسلا هست یا برقی هست؟ نه من از تسلا هیچ وقت خوشم نمیاد و خیلی هم همیشه نقد کردم. یه ماشین برقی خریدم 2 سال پیش و یه پورشه برقی خریدم که خب من چون برند پورش دوست دارم و گفتم که من خودم همیشه صریحا انتقاد میکنم به ماشین برقی. میگم که ببین ماشین برقی 100 سال پیش تو نیویورک اولین ماشین برقی تو آمریکا رو اومدن ساختن. خب بهش میگفتن لیدیز کار، ماشین زنا بوده که از خونه برن سوپرمارکت بخرن بیان. و الان یه لنگه همین ماشین توی یه موزه خودرو هستش توی شهر سیاتل پایین شما گذاشتن و تاریخچه‌اش هم نوشتن. خب سال دهه 30 میلادی میخواستن قطارهای زیرزمینی توی لندن رو برقیشون بکنن، خب که مثلا آلودگی کمتر بشه. کمپانی فولکس های استیشن واگونی بودش که تو ایران هم مثلا بودش، اومد نمونه برقیش رو داد بیرون. اولین خودرویی که کمپانی پورشه درست کرده یک عرابه‌ای هستش که میبندن به اسب. خب منتها اسب نداشته، موتور برقی داشته که اینو چیز میکرده. پس تکنولوژی ماشین برقی چیز جدیدی اصلا نیستش. یعنی تکنولوژی ماشین برقی برمیگرده به وقتی حتی برق اومده بود و خیلی هم چیز کردن. اولین آمبولانس برقی که تو آمریکا استفاده شده بگم تو نیوجرسی بوده سال 1930. خب پس اگر این خوب بود این تکنولوژی موندگار شده بود و به جای خودروهای بنزین استفاده میشد، درسته؟ بعد هی اومد جلوتر بحث آلودگی هوا پیش اومد، سوختهای فسیلی کمتر و کمتر شد یا استخراج چیزتر شد، تلق یه جا تو دنیا جنگ میشه، اولین اتفاقی میفتش میشه پرایس اویل یا پرایس گاز میره بالا دیگه، درسته؟ اومدن و خب این شروع کردن و خوردن بوده. خود بنز و بی ام و دهه 90 میلادی ماشین برقی زدن، ولی به عنوان کانسپت. هیچکی اصلا به فکرش نبود که بیاد این ماشین رو درست کنه و به صورت عمومی همه بتونن استفاده کنن. خب تسلا، این آقایونی که اومدن کمپانی تسلا درست کردن، دوستان این ماشین برقی درست کنن چیز بشه. خب یک کمپانی out of nowhere میاد جلو، این آقای ایلان ماسک هم میاد. به نظر من همش اینا پلان شده بود و در ظرف 10 سال میشه بیشترین، یعنی بزرگترین تولید کننده خودرو برقی قبل از که چینی‌ها تیک اوور کنن. الان چین رو دست تسلا رو زده و تنها کسی هم که من فکر می‌کنم که بتونه شاخ تسلا رو بشکنه چین هستش. باز من راجع به اینم قبلا صحبت کردم. آره ببین چینی‌ها انقدر حرومزاده هستن. خودت می‌دونی دیگه، وقتی باتری ماشینا رو می‌خوان درست کنی کوبالت احتیاج هست، نمیدونم نیکل احتیاج هست، لیتیوم تو این باتری‌ها هستش. اینا از کجا میاد؟ از کشورهای دیگه میاد. خب من یه بار یه صفحه تو ویدیوم چیز کردم،
19 تا معدن کوبالت توی کشور کنگو هست. خب 15 تا از این 19 تا مال چینیاست. اینا سال 2002 2003 حرومزاده ها رفتن زمینایی که این مایناتش بوده یا معدن‌ها بوده خریدن. دور تا دور دنیا خب می‌بینید چینی‌ها اینوست میکنن. الان بیشترین مواد اولیه باتری‌ها کسایی که احتیاج دارن زیر دست چینی‌ها هستش. حالا بماند از این که استخراج اینا چقدر به خود زمین ضرر میزنه. مثلا میگن همینجا تو آمریکا 20 میلیون متر مکعب خاک باید جابجا بشه تا مثلا فرض کن فلز نمیدونم لیتیومو در بیارن ازش. خب این ضرر میزنه. وسایلی که استفاده میکنن این چیزها رو استخراج کنن که اینا برقی نیستش که یا بولدوزره یا نمیدونم چیزی که اینا هم همه با دیزل کار میکنه. پس تموم اینا این آلودگی‌ها رو آردی تولید میکنه. میگن یه ماشین برقی که درست میشه شما بعد 10 سال رانندگیش بکنید که این آفست بکنه اون آلودگیی که برای تولید این ماشین درست شده رو مثلا بالانس بکنه. متوجه هستی؟ بنزینی هم همین آلودگی رو نداره. چرا داره، ولی برای تولیدش اونقدر شما لطمه نمیزنی به چیز به محیط زیست مثلا. خب و بعد یه چیز دیگه، اینا هر چیزی که توی زمین هست، هر ماده معدنی که هست یه مقدار خاصی داره دیگه. بعدش که تموم شد حالا دارن سعی میکنن از نمک استفاده کنن در بعضی از باتری‌ها و تکنولوژی‌های دیگه. برای همین هستش که خیلی سخت هست باورش که این نوع ماشینا با باتری‌های لیتیومی اینا بخوان کلن همه گیر بشن و ماشینای بنزینی رو بزنن کنار. و این داستانایی که اومدن و به کمک سیاست مدارا و تا سال 2030 دیگه خیلی از کمپانی‌ها گفتن ماشین برقی میخوام بزنن، هنوز که هنوزه نه آمادگی اون سیستم هندل چارجش رو دارن. خب من یه بار این حرف رو زدم، گفتم تو فرض کن تو آمریکا کانادا الان تقریبا 300 میلیون دستگاه توی آمریکا، 270 خورده میلیون دستگاه خودرو تو آمریکا هست. خب فرض کن همشون برقی میشن یه شبه. خب تو 5 بعد از ظهر میرسه خونت، اینو میزنی به برق. اصلا سیستم برق آمریکا این چیزا داره، این پتانسیل داره که بتونه هندل بکنه این چیزا رو. حالا فرض کن هر کسی هم تو خونش ایده خیلی قشنگه، درسته؟ و خیلی هم خفنه، ولی در حال حاضر قابل اجرا نیست. چرا؟ چون باید رو سیستم برق رسانیش بکنن. این ماشینا بعد از باتری‌ها عمر مفید داره. 8 تا 10 سال میگن یه باتری لیتیوم روی تستا. حالا ممکنه بیشتر هم اون بکنه. یکی از چیزایی که من خودم 5 سال پیش اومدم گفتم آقا ریسایکل نمیشه این باتری‌ها رو کرد، یا اینا رو باید ببرن جای دفن بکنن و انقدر اون خودش ضرر میزنه. بعد تو یه تسلا خریدی $50,000، 10 سال دیگه ماشینت زیر 10 تا میارزه، 5 تا میارزه. قیمت باتری چنده؟ $20,000. تو آیا حاضری بری یه باتری $20,000 واسه ماشین $5,000 بخری؟ معلومه که نه، ترجیح می‌داری یه ماشین دیگه بگیری. مثلا خود اون ماشین دیگه منسوخ شده چون تکنولوژی‌ها عوض میشه، مدل جدیدتر میاد. من حس میکنم این اصلا کلا یه چیز تغییری است که پیش خواهد اومد و شاید هم ازش دیگه نمیشه اجتناب کرد، ولی چیزی که هستش این هستش که خیلی زمان خواهد بود که یه اولا که اون سورس هایی که باتری ازش تولید میشه سورس هایی باشن که درست باشن، ارزون تر در بیان، تعویض خودرو. شاید مثلا ماشین بدونید مثل چی میشه، دیدی الان میخوای بری یه اپل بخری، دیگه اپل رو بهت نمیفروشن، آیفونو لیس میکنی یا پیمنتی میگیری، بعد که تموم شد میری میدی که دیگه میگیری. احتمال خیلی زیاد خودرو هم همینجوری بشن، یعنی شما یه ماشین میگیری 5 سال استفاده میکنی میری میذاری. یا فرض کن کاری که تیشینیا کردن، کمپانی BYD بودش فکر کنم، باتری رو هر دفعه میری چارج بکنی به جای اینکه نیو بود، آره عذر میخوام، هر دفعه میخوای چارجش بکنی به جای اینکه بزنی به برق، ماشین میزنن روی جک، باتری رو کلا عوض میکنن، یه باتری دیگه میزنن، ظرف کمتر از 10 دقیقه راه میفتی میره دیگه. نباید نگران باشی که چارجینگ استیشن ها خرابه، برق یه جا خراب شده یا نه. من فکر میکنم حالا برگردم خیلی کج و موج رفتم، تسلا برای کسایی که تک سبی هستن، حال میکنن ماشینشون کامرا داره، تصادف بشه ماشین خودش وامیسه، اینا خوب هستش، ولی به عنوان کسی که ماشین بازه و کیفیت ماشینای خوب بدن، بسیار بسیار کیفیت پایینی داره و اینا به خاطر اینه که این خودروسازی نبوده تسلا. یعنی تسلا یکی اومده یه ایده گذاشته، فقط هم به این مینازن که فرض کن 0 تا 100 2 ثانیه است. خب آره، ولی صدا تو ماشین میاد، مشکلاتی که پیدا میشه و چون با خودشون من با اینا طرف هستم، توی یه ملکامون هستن، سرویس کاستمر سرویسشون افتضاح. خیلی وقتا هستش که میگن اصلا میبری ماشین اونجا، تسلا میگه تقصیر ما نیست، مثلا یه سنگ خورده زیر باتری سوراخ شده ماشین نو، $20,000 پول به یه باتری بزنه، میگن که ما نمیتونیم گارانتی روش بذاریم. سرویسشون یه خورده غیر عادیه، سرویسشون
یهو بعضی موقع میری تو باقالی 2 ماه یه پلاستیک میخوای 2 ماهی میره میان قرار میذارن کنسل میشه. واقعا من وقتی میخواستم تسلا بخرم ریسرچ داشتم روش میکردم، یکی نوشته بود آقا تسلا عالیه هیچ مشکلی نداره، فقط میک شور بکن یه ماشین دیگه داشته باشی که اگه تسلا یه 3 ماه رفت توی گاراژ سورپرایز نشی. تنها چیزی که یارو یه دونه ماشین داشت، میگه تنها چیزی که منو سرویس کرد این بود که یه هر اتفاقی میفته یه مثلا من 2 ماه ماشین نداشتم و اون تو اون 2 ماه انقدر من پول ماشین اجاره میدادم و این حرفا اصلا معنی نداشت. ماشینم اجاره میکردی ماشین برقی نبود، یعنی میگم هم پول بنزین برمیگشت هم باید پول ماشینم میدادم. خب من واسه همین میک شور کردم حتما ماشین بعدی داشته باشم که وقت چیزی شد مثلا خیالم راحت باشه، چون مثلا واقعا امکان داره درشو باز کنی بره بالا بعد یه دیگه بالا بمونه یا اصلا درش باز نشه، چون یه دکمه هست که هیچ چی نداری. دقیقاً. ببین سوال یه چیزی هستش اینه که من خیلی این چیزا رو میخونم فالو میکنم، درصد آلودگی که حالا بیشتر رو آمریکا چون من جای دیگه دنیا رو که بلد نیستم، فرض کن که 100% آلودگی شما بخوای نگاه، آلودگی هوا پولوشن رو بخوای نگاه کنی، 26% از این 100% مربوط هستش به ترانسپورتیشن. حالا ترانسپورتیشن میتونه یه اتوبوس گنده باشه، میتونه هواپیما باشه. از این 26% یه چیز هولوش 16.8% مال خودروهای سواری هستش. خب یعنی کمتر از 20% آلودگی تولید میشه. آیا مسلماً خب باید هر کمتر بشه، ولی هیچ کی نمیاد راحت صحبت کنه که کشاورزی اگریکالچر تولید آلودگی هوا میکنه، هیچ کی نمیگه اینا رو. خب گازهای گلخونه‌ای که بهش میگن تولید میشه، نمیدونم کارخونه جاتا کلی چیز میکنن. فقط اینی که بیای بچسبی به این که نه باید همه باید ماشین برقی سوار بشن وقتی که اصلا نه اینفراستراکچری نه زمینش درسته. همون که گفتم ببین این یه چیز پوش یه لجیسلیشن بود، یه پوشی بودش که از طرف سیاستمدارا اومد، اونم به خاطر پولش. و بعد یه آدمی هم مثل ایلان ماسک، حالا یا مترسکشون بود یا عامل خودشون بود، اومد و این کارو چیز کرد. حالا من نمیخوام همینجوری تئوریای دیدی ما ایرانی‌ها عاشق اینیم که بگیم آره این ایلان ماسک از قبل اومدن و انتخابش کردن و وقتی مثلا اوباما رئیس شد نمیدونیم چه جوریه، ولی این چیزایی که داری میبینی یکی از زیر بوته بیاد یهو قوی ترین مرد دنیا بشه از لحاظ پولی، بعد ماشین برقی اینجوری، بعد یهو تش در بیاد که آقا نمیتونیم چارج بکنیم. الان ماشین برقی ها میره تو نمایندگی ها نشسته هی بت اینسنتیو میدن، تکس کردیت میدن، گاهی وقتا تا $200,000 تخفیف میدن، باز مردم اون اعتماد ندارن که این ماشین رو بخری و وسط یه جا بمونه. من یه جای زندگی میکنم همینجور گردبارد میاد، هریکین میاد از روی خلیج مکزیک برقا رو قطع میکنه. یه هفته یه عکس گذاشته بودم یارو یه ژنراتور رو برق گذاشته بود تسلاشو وصل کرده بود بشه این داشت بنزین میسوزون که تسلاشو چارج کنه. ببین میدونم خیلی مشکل داری ولی من بهش 2 تا جور نگاه میکنم، یعنی 2 تا پوینت میخوام جواب بدم. وقتی یه چیزی میخوای تعویض کنی توی دنیا توی فرهنگ وقت میبره و به قول تو هم میگی این تکنولوژی 100 سال بوده و دلیل این که هیچ وقت رایج نشده به خاطر اینکه به اندازه کافی نه باتری قوی بوده نه موتور قوی بوده نه کوچولو بوده مثلا که بتونه مشکل داشته که این مشکلات به خاطر پیشرفت حل میشن. حالا بله. الان میتونه اون وقتی باشه که دارن حل میشن طریق ماشین. یه تراکتور هنوز قدرتشو نداره، یه کامیون هنوز قدرتشو نداره ولی ماشین رو تونسته هندل کنه. همین که به SUV رسید مثلا ما برامون جالب بود اولش، ما اول فقط با سواری میتونستیم تصور کنیم باشه، بعد میگه آقا SUV هم میشه، بعد الان اومد مثلا ریویر اومده گفت آقا مثلا تراک هم میشه، خودت تسلا گفت آقا سایبر تراک هم تراک هم نمیشه. یعنی این داره ایوا داریم میبینیم. از اون ور به خاطر وجود سولار پنل نمیدونم میدونی یا نه، یه خانومی توی نروژ اشتباه نگم هفته پیش یه دونه چیز اختراع کرده، یه مولکول میریزی توی جوهر پرینتر با سرنگ میزنی تو جوهرم آب بریز، بعد هر چی رو میخوای بذار تو اون پرینتر روش پرینت کن. این که پرینت میکنه اون میشه سولار پنل. میتونه سقف باشه، میتونه لباست باشه، میتونه کاشی باشه، میتونه درایوی خونت باشه، هر چی که اون رو بذاری روش رو پرینت کنی اون مولکولا به هم وصل میشن، سولار هم میشه، یه سیم بزنی تولید انرژی میکنه. این هفته پیش به قول معروف اختراع شد. چیزایی داره میاد تو بازار که اصلا مردم نمیتونیم بفهمیم. حالا یه مثال خیلی جالب من دارم، اینو خیلی دوست دارم. سال من نمیدونم هواپیما کی درست شد، برادرای رایت درستش کردن، فکر کنم 1904 1903 توی همچین تاریخاییه. کسی دوست داره اینو میتونه چک کنه.
همون روزی که برادرای رایت اولین پروازشون رو میکنن، نمیدونم 14 ثانیه 13 ثانیه رو پرواز میکنن، همون روز مجله تایمز یا نیویورک تایمز، نمیدونم کدومشونه، یه دونه مقاله چاپ میکنه که بعد از تحقیقات زیاد ما میتونیم به شما بگیم که تا 1,000,000 سال دیگه انسان به پرواز میرسه. یعنی یه نیویورک تایمز یه کمپانی کوچولو نیست، یه کمپانی که آدمای باهوش روش کار میکنن، دکتر مهندس توش هست، هم آدمای خفن میشناسن، ریسرچ دارن. آره. یعنی وقتی یه مقاله نوشته از کونش نمیاد، رفته با 10 تا دکتر صحبت کرده، 10 تا مهندس صحبت کرده، فضا و فلان اینا گفتن آقا میفهمیم همچین چیزی هست، داریم میبینیم پرنده ها پرواز میکنن، ما فکر میکنیم با این تکنولوژی که ما داریم اینجوری 1,000,000 سال دیگه ما به این برسیم. همون روز دقیقاً شانسی اولین تستینگ موفقیت آمیز بردن رایت هم بوده. یه موقعی چیزی هست که آدم مثلا به چشش میگم، یه نفر، ما که دیگه حالا من خودم میگم، من که خری نیستم، یه نفر که داره راجع به این فکر میکنه، رفته ریسرچ کرده و یه مقاله خیلی معروف بوده، وقتی مجله مهمترین بیزنس شاید تو دنیا بوده اون موقع، تو ایران تو نمیتونستی مجله چاپ کنی دیگه ها، تا 20-30 سال پیش، یعنی اینقدر مهم بود مجله داشتن. پس این مهمترین کمپانی در واقع اومد اینو ریسرچ کرده و 1,000,000، نه مثلا 100 سال 300، 1,000,000 سال داشته، سال 1,002,000 رو فکر میکرده. همون روز یکی اینو اختراع کرده تو همون کشور. واسه من فکر می‌کنم اون اتفاقایی هم هست که مثلا یه خانم تو نروژ میاد یه چیزی پرینت میکنه، اصلا یهو توی یک سال یه تغییری تو زندگی میده که اصلا تو میگی واو. دقیقاً. یهو تمام خونه ها میشن کمپانی برق. این اتفاق که بیفته توی کشور مشتی آفتابی مثل آمریکا، انقدر شما برق تولید میکنین که تمام یعنی تمام اون نوکلیار ریاکتورها و دم و اینا رو همه رو اصلا میبندین، میگه آقا لازم نداریم دیگه، خوش انقدر تولید میکنین لازم نداریم. من فکر میکنم این یه حالت یه سوپیه که الان داره پخته میشه و ما باید به عنوان یه آدمی که میخواد، حالا چون اون درصدی که گفتی خیلی قشنگ بود که مثلا آقا ماشین انقدرشه، مثلا دوربر 16% کل کثیفی دنیاست، ولی یه جا باید شروع شه دیگه، از یه درصد نمیتونی روز اول مسلمه. من فکر میکنم این دلیلش این بود، خیلی آدما اینو دیدن و شروع کردن ایلان ماسکو به خاطر هدفی که داره ساپورت کردن. یعنی گفتن آقا ما میفهمیم الان ماشین سخت چارج بشه، ما میفهمیم الان میخوام یه جایی بریم بعد 2 ساعت، مثلا من هر سال میام آمریکا با ماشین گازی که با بنزینی که میام 21 ساعت طول میکشه، ببخشید 19 ساعت، 2 ساعتم خودم گم میزنم توش، ولی نویگیشن میگه 19. تسلا رو که زدم میگه 23، یعنی 4 ساعت میخواد از من بیشتر وقت بگیره که من یه جا وایسم تا این برق پاش کنه. خب من میفهمم که چقدر برای من سفرمو 20% به من ضرر وقتی داره میزنه، ولی من دارم فکر میکنم که اوکی اگه من این کارو بکنم 1,000,000 سال دیگه هواپیمای برقی داریم. میدونی چی میگم؟ نه خیلی کمتر. ببین تو خود صنعت خودرو هم یه چیزایی اومد، فرض کن الان خودرو تقریبا به ماشین، مثلا اولین ماشین 19 میلادی درست شده دیگه، خب اولین موتور احتراق درونی که درستش کردن، کی فکرشو میکرد تو یه روز مثلا ماشینت بتونه حالت، حالا میگم تمام خودران نه ولی نیمه خودران خودش رانندگی کنه واسه، میدونی یعنی ظرف 100 سال تمام این اتفاقا پیش اومدن. خیلیه. منم یکی از چیزایی که بچه‌ها به میگن تو سفر میگن اینقدر جبهه نگیر، اینقدر مثلا قدیمی فکر نکن. مسلماً تو این سن 40 خورده ای سالی که من دارم خب خیلی محافظه‌تر فکر میکنم تا وقتی که 20 خورده ای سالم بودش دیگه. متوجه این هستم که این تکنولوژی و اصلا کلا جدا شدن از ماشین‌های موتورهای احتراق درونی اتفاق خواهد افتاد. حالا به قول تو 1,000,000 سال ابداً ممکنه ظرف 10 سال دیگه باشه، چون اینقدر به صورت رپیدلی همه چی داره عوض میشه و تکنولوژی. و بعد ببین ارتباطاتی که بین دنیا هست، شما مثلا فرض کن که یه لحظه یکی اتفاق میفته 2 ثانیه بعدش تمام دنیا چیز میکنه و تبادلای انرژی که تبادلای اینفورمیشنی که داره اتفاق میفته. من به طور کل اصلا داستانم من نفیش نمیکنم، میگم من خودم به عنوان این ماشین باز رفتم این ماشین برقی خریدم، 9 ماه هم نگرش داشتم و هر روزم باش رانندگی می‌کردم و تنها مشکلم این بود میرسیدم چارجینگ استیشن خرابه،
اون یکی 10 تا ماشین جلو من. آیا من وقت دارم واسطم این همه با این چیز زندگی که تو داری؟ و دقیقاً حرفی که میزنی درسته. یعنی منی که 40 50 تا ماشین دارم، هر روز ماشین برقیمو به مدت فرض کن 8 ماه سوار شدم و بعد فهمیدم آقا نمیشه به این ماشین اعتماد کرد به عنوان ماشین روزمره‌ای. عالی بود، پاتو میذاشتی رو گاز، هر چی بود تو جاده دیگه، پرش هم بود دیگه، از تسلا چیزتر میرم. برد بسیار خیلی کمی 250 مایل که تقریبا میشه مثلا چه میدونم کمتر از 400 کیلومتر. و متاسفانه چیزی که من با آرام تو صفحه خودم راجع صحبت کردم، رنج ماشین‌های برقی هیچ وقت درست نیست. تا وقتی ماشین بنزین میزنه میگه فرض کن رنجش خیلی چرا بره واقعا. ببین یه فرمون میچرخونی سوال 2% میاد پایین، کولرتو روشن میکنی 5% یه ذره. حالا بعد من سعی میکردم بعضی وقتا که مثل مامان بزرگا برم یواش برو، هی گاز نده، چون آدم کرمش میفته تو تومونش، یکی میاد بغل میزنی میری. با این احوال 30-40% انرژی ویست داشت. یعنی هوای داغ اینجا مثلا با این رطوبتش، هوای داغ تاثیر داره، هوای سرد تاثیر داره، همیشه ناراحته. اصلا یعنی چیز غیر قابل پیش بینیه. پس فقط به این نتیجه میرسی که این ماشین وقت خوبه، تو فرض کن صبح پاشی بری سر کارت، بزنی اونجا به برق، اصلا برگردی بیا، فوقش هم شب دست دوست دختر یا زن تو بگیری یه شام بخور برگرد بیا. منم دقیقاً این کارم تو زندگیمه که اینو انتخاب کردم. یعنی اگه منم یادمی مثل تو بودم دقیقاً پوینت تو رو میتونم ببینم. منم دقیقاً این بود که چون صبح من حالا اینجوریش نگاه میکنم، میگم صبح ماشینم فولی چارج آماده دم در نشسته، بعد پروگرامش کردم 8:45 دقیقه روشن میشه، خوشو گرم میکنه. زمستون که بچه‌ها میرن سوار ماشین شن، ماشین گرم. تابستون که میرن ماشین خنک. من هیچ وقت اینو تجربه نداشتم. من همیشه ماشینمو تو زمستون باید 5 دقیقه توش مثل سگ میلرزم، تو تابستونم دقیقاً تو 5 دقیقه خنک شه. این مثلا این بعد میری اونجا سرپایینی که میومدم ترمز میکردم، اعصابم خوب بود که دارم مثلا با مازراتی ترمز میکنم، میخواد ترمزش عوض کنی هست $11,000. زدم به یارو میگم ترمز رو بخوای عوض کنی چقدر؟ میگه $11,000. میگم چرخ باهاش میاد یا ماشین باش میاد. به خدا نه که فکر کنم مسخره کنم. گفتم که شاید خیلی با کلاسم، میگم ما چرخ با چیز عوض کنیم. چون گفتم خب من که دیگه ببین گاوم که باشی دیگه میدونی. حالا من چون میدونم دیگه، من چون میدونم اینو تو کارخونه توی چین ترمز بین 50 سنت تا $3 برات در میاد. دیگه سرامیک بگیری که تو لامبورگینی میندازن و انقدر سایز $3، اونی هم که میندازن رو هوندا سیویک 50 سنت. 50 سنت. گفتم بگو شما اینو تو ایتالیا تولید میکنین، میدین پاپ هم چکش بزنه دیگه $300 براتون در میاد دیگه. $10,700 دیگه از کجا میاد؟ میدونی یعنی تو اگه بگی ترمزای ما دونه $300 من میگم عجب حرومزاده از طلا ساختن. من واقعا چیز ریاکشن واقعی بود که گفتم آقا چرخم باهاش میاد. بعد یارو گفت نه. گفتم که خب ترمزو بیام بگیرم از شما خودم بندازم رو ماشین چند در میاد؟ گفت $7,000. بعد رفتم اون آمازون خریدمش $43. رفتم دادم مستر لوب انداخت رو ماشین واسه $170، واسه $200 تمومش کردم. همون ترمز ماشینم ترمز میکنه الان 200 هم میرم میکنم ترمز کار میکنه، مشکلی نداره. اقتصادی